نوای نی، برنامه شماره 14. نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کننده روشنک. این برنامه با همکاری محمد گلریز و محمد موسوی تنظیم شده. صدا برداران ایرج فهیمی، حسن عسکری. تهیه کننده مهدی صدیفی. نوای نی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریده ام، از نفیرم مرد و زن نالیده ام. به نام آن توانای یگانه که نامش زینت دیباچه وجود است و لطفش ملجأ و پناه هر موجود، و به یاد اون که مایه سکون و آرامش دل است و کلید گشایش هر مشکل، سخن امروز را آغاز می کنیم و از فضل و کرم آن بی‌نیاز عاجزانه خواستاریم که پرتوی از چراغ هدایت خود را فراراهمان دارد تا در وادی ضلالت گمراه و سرگشته نمانیم. مددی گر به چراغی نکند آتش تور، چاره تیر شب وادی ایمن چه کنم؟ آدمی را دو وجه می باشد، یکی به سوی جهان طبع و ماده و دیگری به جانب ملکوت و مبدأ اعلی، و این از آن روست که این موجود اسرارآمیز و پدیده اعجاب انگیز ترکیب و آمیزه است از روح و جسم. کالبد جسمانی و بدن عنصری ترکیبی است مادی، لاجرم پیوسته میل به عالم سفلی دارد و خواستار بهره‌وری از لذایذ جسمانی و اعمال غرایز شهوانی است، و روح که نفحه‌ای از نفحات الهی و انفاس ربانی است، مدام در آتش حب الوطن می سوزد و خواستار رجعت و بازگشت به عالم ملکوت و قرب جوار حضرت حق است. از این رو سراسر حیات انسان عرصه تاخت و تاز و صحنه تنازع و کشمکش این دو گونه خواهش و دو نوع تمایل است. از جهان دو بانگ می آید به جد، تا کدامین را تو باشی مستعد. آن یکی بانگش نشور اتقیا، وان دگر بانگش فریب اشقیا. مولانا شرح این دوگانگی شخصیت انسان و این جدال و تنازعی که پیوسته در درون جان آدمی جریان دارد به گونه تمثیل در داستان مجنون و شتر به زیباترین صورت ممکن تصویر فرموده و جان شیفتگان و مشتاقان لقای محبوب را از گرمی بیان خویش به آتش کشیده است. اینک داستان را از او بشنویم. همچو مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید گه مجنون حر. میل مجنون پیش آن لیلی روان، میل ناقه پس پی طفلش دوان. مجنون
آن شوریده سودایی دل در گرو عشق لیلی دارد، بدانسان که فهم و خرد خویش را از دست داده. روزی عزم کوی دلدار و میل دیدار لیلی می کند. بر ماده شتری نشسته راهی قبیله معشوق می شود و سر آن دارد که هرچه سریعتر طی طریق کرده از نعمت دیدار کامیاب شود. ماده شتر را نیز دل در بند محبت کره خویش است که در منزلگاه جای دارد. از این رو میان مجنون و شتر تنازع و کشمکش در میگیرد. یک دم ار مجنون ز خود غافل شدی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. عشق و سودا چون که پر بودش بدن، می نبودش چاره از بی خود شدن. لیک ناقه بس مراقب بود و چست، چون بدیدی او مهار خویش سست. فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ، رو سپس کردی به کره بیدرنگ. یک دم ار مجنون ز خود غافل شدی، ناقه گردیدی و عشق و سودا چون که پر بودش بدن، می نبودش چاره بی خود شدن. لیک ناقه بس مراقب بود و چست، چون بدیدی او مهار خویش سست، فهم کردی زو که گشت و دنگ، رو سپس کردی به کره بیدرنگ. آری تا مجنون را شعور و حسی بر جای بود، قدمی چند ناقه را به پیش می‌راند. آنگاه که از خویش می‌رفت و به لیلی می‌اندیشید، ناقه از بیخودی مجنون بوی می‌برد و روی واپس کرده به سوی کره خویش شتاب می‌گرفت. مجنون چون چنین دید، ناقه را گفت: من و تو هر یک دل در گرو عشقی داریم که در دو جهت مخالف واقعاً. از این رو نمی‌توانیم همگام هم باشیم.
گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو ضد بس همره نالایقیم. نیستد بر وفق من مهر و مهار، کرد باید از تو عزلت اختیار. این دو همره یکدیگر را راهزن، گمرهان جان کو فرو ناید ز تن. آنگاه مجنون که از این چالش و تنازع به تعب آمده بود، ناقه را خطاب کرده گفت مرا امید آن بود که به یاری و مدد تو زودتر خود را به کوی دلدار رسانم، اما کنون میبینم که تو خود سد راه و سبب دوری من از دیدار حبیب میشوی. پس تو به سوی کره خیش برگرد، من نیز خود پیاده عزم کوی محبوب خواهم کرد. راه نزدیک و بماندم سخت دیر، سیر گشتم زین سواری سیر سیر. سرنگون خود را ز اشتر در فکند، گفت سوزیدم ز غم تا چند چند. تنگ بر وی شد بیابان فراخ، خویشتن افکند اندر سنگلاخ. قضا را چون مجنون خویش را از ناقه به زیر افکند، استخوان پایش در هم شکست، اما او با جلدی و چالاکی پای شکسته را ببست و لنگ لنگان عزم کوی دلدار کرد. با خویشتن همی گفت که اگر پایم را توان رفتن نیست، چونان گوی بر سر و روی غلطان بدان دیار خواهم شتافت. چون چنان افکند خود را زیر و پست، از قضا آن لحظه پایش هم شکست. پای را بربست و گفتا گو شوم، در خم چوگانش غلطان می روم. آری ای عزیز، مرغ علوی جان را که بنابر مصلحتی روزی چند در قفس تن محبوس ساختند، اگر دل به هوای این قفس سپارد و به آب و دانه آن دل خوش دارد و به آزادی و رهایی نیندیشد، چندی نمی گذرد که پر و بال عرش پیمایش از کار باز مانده و چونان مرغان خانگی در مزبله به کسب روزی و تحصیل قوت خواهد پرداخت و یاد یار و دیار را به کلی به نسیان و فراموشی خواهد سپرد. جان ز هجر عرش اندر فاقه‌ای، تن ز عشق خاربون چون ناقه‌ای. جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. تا تو باشی با من ای مرغ وطن، بس ز لیلی دور مانده جان من. آری جان به مقتضای ماهیت علوی خویش پیوسته خواستار عروج و صعود به قرب مبدأ اعلاست، اما این تن خاکی و قفس عاریتی است که این پرنده ملکوتی را در دامگه آز و نیاز اسیر داشته و از پرواز در فضای عالم قدس و رجعت به سوی وطن مألوف و لذت لقای محبوب ازلی و جمال سرمدی بازش می دارد. زین کند نفرین حکیم خوش سخن، بر سواری کو فرو ناید ز تن. ای دوست، عشق مولا کم از محبت لیلا نیست. تو را چه رسیده که از سر قدم نمی سازی تا به کوی او رخت بیفکنی و در بزم انس و الفت و مقام قرب فرود آیی زهی بی همتی. عشق مولا کی کم از لیلا بود، گوی گشتن بهر او اولا بود. گوش و میگرد بر پهلوی صدق، قلط قلطان در خم چوگان عشق. ای عزیز، بسی دریغ و حسرت باید خورد که جمال یوسف جان را در زندان تن و لذاذ پست مادی محبوس ساخته ایم و از سیر و عروج او به ذروه کمال و عالم علوی و بزم ملکوت و لقای محبوب ازلی منعش کرده ایم. وای ما که این فاحشترین خسران و بزرگترین زیان است. من ندانم آنچه اندیشیده ای، ای دو دیده دوست را چون دیده ای. ای گران جان خار دیدستی مرا،
زان که بس ارزان خریدستی مرا. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. من ندانم آن چندی شیده من ندانم آن چندی ای دو دیده دوست را چون دیده ای گران جان خاردی دستی مرا، زان که بس ارزان خرید دستی مرا. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. و هیچ می‌دانی که این همه خسران و نامرادی از آنجا خواست که میل تن برخاست جان چیره شد و انسان زیان دیده نقد لذایذ پست و ناپایدار دنیا را بر دولت ابد و نعمت جاویدان و سرمد رجحان نهاد و مرغ صدره پرواز جان را در تنگنای قفس تن از پرواز در آسمانهای غیب باز داشت. لاجرم کارش به ناکامی و نامرادی انجامید. تن قفس شکل است، زان شد خار جان در فریب داخلان و خارجان. اینش گوید من شوم همراز تو، وانش گوید نی منم انباز تو. آری نفس اماره ظواهر فریبای دنیا را چنان در دیده آدمی می آراید که او از سر جهل این سراب رهزن را آب پنداشته، لذا با التهاب و آتشی سوزان به سوی آن می شتابد تا خویشتن را از زحمت تشنگی برهاند. لیکن دریغ و افسوس که در میان توده های انبوه ریگ روان در بیابان تمنیات و خواهش های نفسانی حیات ابدی و بقای سرمدی را از دست می دهد و در وادی امیال سرکش هلاک می شود. مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. آهن و سنگ است نفس و بت شرار، آن شرار از آب میگیرد قرار. سنگ و آهن زاب ساکن کی شود، آدمی با این دو ایمن کی شود. ای عزیز، از این روز که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود
کین توزترین دشمن تو نفس توست که در درون سینه‌ات جای دارد. هموست که پیوسته تو را به مناهی و ملاهی فرا می‌خواند و به اتباع از خیش فرمان می‌دهد. آنچه در فرعون بودن در تو هست، لیک اژدرهات محبوس چه هست؟ گرز تو گویند وحشت زایدد، ورز دیگر آن فسانه آیدد. چه خرابت می کند نفس لعین، دور می اندازدت سخت این قرین. آنچه در فرعون بود اندر تو هست لیک اژدرها محبوس چه هست گرز تو گویند وحشت زایدد ورز دیگر آن فسانه آیدد چه خرابت می کند نفس لعین دور می اندازدت سخت این قرین دور می اندازدت سخت این قرین. آری دوست، این نفس طاغی و سرکش است که پیوسته سرابهای شهوت را در چشم آدمیان می آراید و آنان را به متابعت از فرمان خویش فرا می خواند تا آنگاه که انسان را در معرض هلاک و دمار قرار دهد. انسانی بزرگ و شیرمردی آزاده می خواهد که خویشتن را از چنبره تسلط و فرمان نفس بازرهاند و از دام این اهریمن بدکنش خلاصی یابد و این میسر نیست مگر به توفیق ربانی. این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش ورق. از اینجاست که یوسف صدیق آنگاه که در دام هوس و کید زلیخا اسیر آمد به خدای خیش پناه جست که کلام مجید از زبان یوسف بدین امر ناطق است که گوید من نفس خیش را از میل به بدی مبرا نمی دانم، زیرا که نفس آدمی همواره به کارهای زشت فرمان می دهد مگر آن کس را که لطف پروردگار بر او رحمت آورده و از لغزش و خطایش مصون دارد. نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او که به امر او همی رفتا به جو، آنگه او بنیاد فرعونی کند، راه 100 موسی و 100 هارون زند. پس باید به پناه فیض ازلی و عنایت ربانی گریخت و از آن توانای بی‌نیاز و فیاض بنده نواز عاجزانه و از سر اخلاص استدعا کرد که ما را از شبکه نفس و دام شهوت رهایی بخشیده و به توفیق و تأیید غیبی مستظهر دارد تا به مدد لطف و کرم وی راه تسویه درون و تزکیه باطن باز شناسیم و نفس عاصی سرکش را با سعی و مجاهدت رام سازیم تا در پرتو فیض ربانی به مرحله مطمئنگی رسد و آنگاه که ندای ارجعی از سوی هاتف غیبی فرا می رسد پاک و
مهذب و صافی از چاه تن به در آید و چونان مرغی که از قفس رها می گردد به سوی ملأ اعلی و عالم ملکوت بال گشاید و در فردوس برین و رضوان حق مقام گیرد و در بزم قرب به موهبت لقای محبوب مباهی و مفتخر گردد. از آن مهربان بخشایشگر فوز به چنین مرتبه و مقامی را خواستاریم. از لطف تو هیچ بنده نومید نشد، مقبول تو جز مقبل جاوید نشد. مهرت به کدام ذره پیوست دمی، کان ذره به از 1000 خورشید نشد. با امید موفقیت برای همه شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپاریم. شرح این هجرانین خون جگر این زمان